سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که از یوتیوب دارن ما رو نگاه میکنن. ما آرش رو داریم اینجا که داریم گیریمشون میکنیم که نقش یک متکدی رو بازی کنن. حالا با آقا امین عزیز اینجا داریم کارا رو انجام میدیم. میخوایم یهو حامد که اومد آقا آرش رو بیاریم به عنوان یه متکدی و واکنشش رو نسبت به ایشون ببینیم. ما میخوایم هی فاز بدیم، هی جو اینو بدیم که آقا از اینا زیاده ولش کن فلان 20 ساله، که ببینیم حامد چه واکنشی نشون بده، آیا کمک میکنه یا نه بی خیال میشه و اینجور داستانا. بچه‌هایی که با حامد هستن بیرون، مرتضی و رسول با اونا هماهنگ این داستان، اونا هم یواشکی دارن فیلم میگیرن که اومدن ادامه ماجرا رو اینجا رو با هم دیگه ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید. بریم برای گیریم آقا آرش عزیز. آقا یه چیز بگیر اینجا رو، گدامون متکدیمون خیلی لاکچریه. یه لحظه ساعت حرکت رو ببین، حرکت رو ببین. فندک داره، فندک سرخورد. آقا بیا بالا. جدی فندکه؟ دستگاه. بریم که داشته باشیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. هیشت. نه فردا انشالله. حالا موندیم که بمونین دیگه. اگه مرخصی بدن که من میمونم. بمونین. حالا یه شب کنار یه شب ما یه شب من خودم هم کار دارم. یه جوج بازی ریز بکنیم و فلان. چون من میگم به خودتون بد میگذره. این چی میگم نصف شب بلند شین مثلا بری خونه و فلان. من ستمونو دارم دیگه. صبح پاشیم بریم سر کار. بله. میشه همینو که از کنیم بریم. جانم داری یه چیزی واسه من بدی کمکم کنی؟ اینجا چی کار می‌کنی وسط بیابون؟ دیدم تو شهر هیچکی تحویلم نگیره، گفتم اینجا بیام یه چیزی واسه منم کمک کنی. من اون کردم واسه من چشم. ویلکن بابا هر روز 10 نفر ویلکن بابا داداش همون کمکم کنیم. زشته داشت پول بده بهت میدم. کلا نمیدی. روی طرف چرت و پرت ول کن. حالا تو هم بالا هر کی از اونجا بخوایم تا اینجا بیام به 10 نفر کمک کنی کمک کن. همین دادم داشت من همین کم خوبه. بس حامد. رسول تو هم بده. من پول ندارم. بده میگم بهت میدم داداش. این هر خیت بازی چه زشته. بس دیگه چقدر من میخوام. بده داداش. احتیاج دارم. بدین. بده داداش بده. بیا همه رو بده بهت میدم. لازم دارم بده. خب خودم. بابا بده. من رفتنی واسه کارت به کارت بکنم. خودم داداش زشته میگم بده دی. خواهش میکنم. اما بیا. دمتون شهرمنده باز کم اون زیادتم. خاک پاتم دور سر. شام خوردی؟ نه. اینجا باشه. حالا من بهت الان خبر میدم. من نوکر. اینجا باشه. ای والا غذاش هم باید بدی. نوکر. 10 تا 20 تا منش بدی 60 70 تومن. آرزو حالت خوبه ناموسم؟ لنگی 60 70 تومانی؟ لنگی نیستش که بابا. 30 نفر از اینا میان ازت پول میخوان. بچه‌ها اومدن که غذا رو درست کن. چه تو بپیچون. رفیقته؟ آره غذا رو درست کن. سلام. 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 پسر اومده مردان دم در سلام. قفلی زدی رو اینا. مهربونمون آقای عزیزه. خاص کردم یارو نوشتن شه جوده. حالا بیا بشین. حالا اون پیدا می‌کنه. بی خیال بابا آمد تو رو برو. برو من مثلشون بیار. بابا بیا تو بیا. یه دقیقه اومدیم جرن آب سر. شیری دادا. مهربون شده. دید. بابا قریبه چرا میاد داخل بیارش پول داده باز میبیار داخل. بیا. من یارم خدا چه شد. آن خوش شد. آقا اومدیم اشغال کنیم کباب داریم.
بله برو بالا برو همو امشب شب شماست اشکال نداره ببم همون بخوای اینجا بشینی؟ خواهی بیرون بشینیم همه؟ چه فرقی میکنه؟ بیرون بشینیم همون بشین اینجا دست ما هم میخوایم اینجا بشینیم ما هم اینجا بشینیم بشم ببم خیلی خوش اومدی خوبی؟ سلامتی؟ بچه کجایی؟ بچه بهت فردیس آریا دیدی همون رو؟ تو بهش سلام بده نبیا نزدیک سلام بده خوبی؟ جایی دست بده به همون به دست بده مهمون امشب اینو دست کثیف دست نزن همین چی کثیف همین چرت و پرت میگی آقا حامد چون من بی خیال دیگه غذا بیا تو محمد غذا بخوریم محمد بیا تو بیا امیرعلی بیا تو سرده بیرون بیا همین بیا بشین مسخره بازی چه رسول بیاین بشین دیگه اصلا یه دونه نوشیدنی واسه همون بیار محمد برو چی نیست رفتم بگیرم بچه آقا یخچال پره چی نیست داداش ما خودمون چی نخوردیم نوشیدنی واسه آقا برچی بیاریم بابا چرت و پرت چرا شما دارین میگی آمد این رفیقته این طرف رفیقته بشین آقا رفیقته درباسون بیار داداش بخوای اینجوری بکنیم ما بریم دیگه او چی بریم یه دونه نیازمند همینه او تو بزن شاید وسط بیابون حالش بده بعد که بده آقا میخوایم با هم خوش بگذاریم یه دونه مهمون تو من اضافه خودم آوردم داداش بعد این راست اومده دیگه داداش میمون حبیب خلاصی اومده ببین خیالش منم مخالفم دیگه اومده دیگه اومده اینجا نه یه سلام علیکم نه یه چیزی زرت یارو برای چی میدونی کیه اون بیا ای غذا می‌خوای بهش بدی غذاش هم بده آقا چه نداره بیرون بده بیرون هر چی می‌خواد چی بهش غذا میدی میشینه با زایس خدا الان اینجا بچه‌ها اومدن تو نه سلام علیکم نه چیزی زرتی رفتی یا دستی رو گرفتی بردی اینجا داداش کرونا خطرناک معلوم نیست تو رو جانو بندم بچه همین ول کنه بابا بچه میخواد بکشه دور خودش ول کن دیگه ول کن ول کن بسپنوازیاش چیامه بده من میگم نمیدم آقا ول کن نمیدم بابا بچه سردش میخواد بکشه رو بچه ول کن آقا شورش کن لباس میارم ازش برو حتما چی ببینش نه نشناخت من کجا اومده بابا کرونا خطرناک بابا چیزی هم نیست آخه برو اول بس بشه چون من میگم ناراحت میشم به خاطر من بشین به خاطر من بشین به خاطر من بشین نه بشین و بخور ما اینا شماردیم اما داداش بیا برو بیرون بشین من واسه غذا میارم آقا من میخوام عمو بشین اینجا لطفا خواهش میکنم همین بیاین آقا چیه تو همه خواهش مون همین بگو برش رو اینجوری اصلا من خوب امین امین همین بلش کنید همین بلش کنید امین برید آقا این با منه این با منه باز چیه واجدم داداش تو آقا زشت شرش آقا کم شه دیگه بابا من داش تو مهمونی منی بیا آقای از دوست داداش بفرما همین نزدیکم نشو برو بابا جون من فاز فردی من نداری بابا بشم بهش بچه‌ای که شوخی می‌کنه شما کسی کله من اینجا هست بشین باشه اینجا وایسا باشه برو تو دیگه وقت خودش آقا بفهم بخور پیاز تو تازه کن کارت چیه کجایی چیه بیرون میگرد باش ببخشید
کار نداری؟ نه؟ خب زن و بچه داری؟ آره دارم 2 تا بچه و کجا شما میخوانی؟ همین سر خیابون. با زن و بچه؟ نه اونا رو یه جایی قایم میکنم میام خودم کار میکنم بعدش میشم. حالا بذار امشب سر بشه از فردا هم واسه کار پیدا میکنم من یه خونه واسه میگیرم من نوکر فردا واسه یه خونه میگیرم حالا انشالله خدا بزرگه شده همه شوکه میشه ناراحت نه دکتر کنم همچنان دیگه هست آقا غذا آماده نشده؟ میشه شام؟ میشه یکم دیگه غذا هست ولی به تعداد نفرات بعدم چی؟ به تعداد نفرات برو گم شو بعد یک چی بگم برو دیگه تماشوش تنه برو آقا بشین شما بشین همونه شما بفرم نه آقا من نوکرتم هستم یا تو آبی سر منی منت سرم گذاشت اومدی رضا فردا میخواستم یه لوکیشن واسم اوکی کنی یه خونه 60-70 متری میخواستم واسم اوکی کنی واسه رهنش. خب من خودم میخوام پرداخت کنم واسم یه دونه خونه ردیف کنم فردا من ساعت 10-11 صبح میام 10-11 صبح من میام املاک پشت دارم میام من نوکر دارم فردا تو بشی من نوکر انجام وظیفه دارم برو تو عزیزم برو تو بچه رو ببرین بیا من نوکر دارم فردا انشالله زنگ میزنه بچه ها اساسا میارن خونه رو پر میکنم انشالله فردا تو بشی نگران سعید محمدی امروز برای کارگر می‌خواست نه اوکی میکنم آره من اوکی میکنم کارش هم اوکی میکنم بیاریم پیش خودم آره کارش هم اوکی میکنم انشالله یه دقیقه از آن رو ببینم چی شد اما قربونت میشم خوش شده چی کارش نشسته دیگه یه دقیقه ببین از چی میگه 4 نفر آدم اومدیم میخوام دوره هم اشغال کنیم حالا به خاطر عمو همه داریم تو روم هم دیگه وایس بلند شده نه چرا حامد عصبانی اما بیا اینجا اصلا میرم اما بیا بشید تو ماشو من رسول بکن ماشو بردار آقا ماشو بردار آقا بیا بشید تو ماشین سویش ماشین من کور کش بیرون دیگه آمه حالا اما بشید تو ماشین من بشین اینجا آقا حامد داری شبو خراب میکنی فاز چیه آخه فاز چیه الان مهمون نداریم بابا خجالت بکش آقا باشه مشتری بردار من برداریم غریبه چی آقا یه سیگین آقا اینجا کباب بخوره به شما برمیخوره حالا بهش پولشو دادیم بره بخوره اون چی رو دادی پول غذاش هم من میدم بره در رو ببند آقا ول کن آقا حامد 4 نفر به خاطر تو اومدی تو اگه به خاطر من اومده بودی حرمت رو نگه می‌داشتی اصلا بس مهمون من مهمون تو باید باشه مهمون تو هم هست ولی دیگه حالا همه وقتی میگن نباشه همه چی آقا وایسا ماشین رو زدی فاز غلام رضا تختی چرا گرفتی؟ چرا فاز غلام رضا تختی گرفتی؟ چرا فوش میدی؟ غلام رضا تختی شده بابا چقدر شما دیوونه آقا در بیار آقا در بیار واقعا نمی‌دونم بازیگر خودتون بود آقا با کی فقط بازیگری آقا آره شما میدونی کیه 1 ماه دنبالشیم ما ببین رگشو نگاه کن داره توپ میزنه آقا ولی دمت گرم ما گفتیم همون اول ما اصلا برنامه این بود که تو اونجا چیزی نمیخوای بهش بدی و اینا اون رسول بیشور
مسئول با شما ول کن دیگه الان فاز بروز رسوب گرفته ولش کن مهربون شد من خواستم پول بدم گوش بده خواستم پول بدم این اینجوری میگفت نه نده از پشت میذاری همون پولا رو بده پول لازم خیلی مخلصی دمت گرم انصافا میگم بیا کباب آماده است بیا اسیف بخور ما بچه‌ها آقا ما پلنمون این بود که گفتیم آقا اونجا پولو میده یا تهش اینه که چیز نمیکنه بعد میخواستش آقا آرش بپره از در بیاد اینور بعد دیگه اونور داستانای بعد شما داشته باشیم و اینا بعد دیدیم نه عوض شد کلا ما هممون گیر کردیم من گفتم کدوم برو بگیرم این برو اصلا همین اونور رفته بودیم اصلا نمی‌دونستیم چیکار قشنگ فیلم گرفتیم من ناراحت شدم گفتم که اومدیم اشغال کنیم یا نیازمندی جلو حالم اونقدر بد شد دمت گرم دمت گرم گرم سر سلامت آقا این غلامرضا تختی ضمانت را بشناس امین اولاد نمبر 30 میافتاد رو من برادر من چون نمیتونم جدی باشم وارد این داستان نشدم اینجا رو نگاه کن گیریمش رو نگاه خوشگل گیریم اینا همه پاک میشه نگاه کن پاک شو آرش دمت گرم آمد جان داداش دمت گرم ببین یه دوربینم این برسی رو دیدی؟ آبه یه دقیقه بیا اینو دیدی؟ دوربین این بریه رو دیدی؟ جان من چطور بازی کردی؟ من نمیگفتی شاید من اونو ببینم؟ نه دیگه تو استرس تو دیگه میای تو باکس رو بعد حواست به اون گوشی باشه آجی دیگه آخرش دیگه یعنی قشنگ میخواست بزنه داغونمون کنه یه دونه هم تو رو زد انداخت زمین آره انداخت زمین داشت همین آقا بخورد یه لایک به دوربین نشون میده هر کاری که قشنگ خوردی زمین تو یه لایک به دوربین نشون میدی آقا حامد ما اینا پخش کنیم